بله. علیکم سلام. خوب هستی؟ ساعتت خوب؟ بخیر. مشنوم. نامه که چیست؟ والی جان خوش آمدی. مشنوم، بفرما عزیز دل. مشنوم. میالم در لایف هستیم، صدای تو مردم مشنوم. بفرما مشنوم. جور خاصی باز چی هست که چی گپای چی هست که شما ارازمی کامپارسی هم چیزا را گپای شروع می‌کنید؟ کدامش کامپارسی است؟ همین کامپارسی رو به من نشان بده. در کجاش گفتیم فهمیدی؟ حالا چیش به درد نمیخوره، چیش به درد نمیخوره. بانم سر من ظلم کرده بری. از ما بشنو، تو چی هستی؟ از افغانستان هستی نه؟ از افغانستان هستم. بله. افغان خواستی نه؟ چی؟ یا دیگه چیزه؟ چی؟ افغان هستی؟ نه ما تاجیک هستم. تاجیک. تو که مثال در اروپا کی هستی؟ به نام افغان؟ نه به نام افغانستانی. به نام افغانستانی. در پاسپورت نوشته است افغانستان. افغان با نه کلمه‌اش یاد نمیشه به نام. خود تو بگی همین افغان برای من تعریف کگومش که افغان چی معنا میته. خود تو برای من افغان تعریف کگومش که کلمه خراب تی باسا کونه شده. خب اگر باز میخواستی در لایفای گذاشتیم برو بی باسا رو گوش میکنی میفهمی که ملامت کی سلام. تو همین صرف همین کلمه افغانه که سرت موندی افتخار میکنی چی معنا میته. به نام افغانستان یادم میکنه. تو همین افغان برای من تعریف کو. افغان تعریف کو. افغان چی معنا میته؟ افغان چی معنا میته؟ همین افغان. حالا تو افغان تعریف معناش یاد داری یا نه؟ معنای افغان یاد داری یا نه؟ برو خداحافظ دیگه. معنای افغان یاد داری؟ افغان چی معنا میته؟ افغان چی معنا میته؟ ایره برام بگو. از تو چی بشنوم؟ من زیاد از شما شنیدم. افغان معنا کو؟ ما جواب میدم. بته. تو امیالا که در اروپا هستی به نام افغانیت میشه نمیشم افغان از با کدام اسناد مر افغانیت میکنی؟ یک دقیقه صبر کو. یک دقیقه گپ گوش کو. حالا قوم پرستی تو داری مرا به زور فهمیدی هویت ما میگیری هویت خودم میچسبونی. گپ گوش که امی افغان در کجا آمده؟ از روی چی افغان قبول کنم؟ معلومات نداری جان کوکاش. برو وقتا که خوش در لایو بیا گوش که ما برات جواب بدم. او بدبخت افغان در قانون اساسی آمده در ماده 2. خب اگر به قانون اساسی احترام داری خب به کل قانون اساسی احترام کن. وقتی که میگم تو فهمیدی اما چون مسعود قهرمان ملی خیزک میزنی میگی قانون اساسی را امریکا جور کرده. وقتی که اینجا باز در منافع خودتون میخوام افغان اگر خوب است یا تعریف خوب داره خب بریم با شما با سلامت. تو از اونم افغانای چیست که از اونم افغانای راجور هستی چی فراد ولیزاده. تو از اونم هستی که سر یک بیچاره دیگر مسلمان ساخته رفت ویدیو از رو کشیده. یادتون است؟ حالا بیا حالا جف نه بیا. خب حالا کیره میگه بچه تو داو نزن لوده نشو. بیا اینجا جواب مرا بده. حالا شما که قدر افغانیت میگه افغانیت چی معنا میته؟ افغانیت انتحاری معنا میته یا انسانیت؟ افغان کی مونده تاریخش معلومات نداری. یعنی من قشنیدی افغان موج افغانیو افغانیت غوړي اسلامیت غوړي. یکی تو نگفته موش انسانیت غوړي و اسلامیت غوړي. کل تا نمیشه لاستی افغانیت غوړي و اسلامیت غوړي. از در اسلامیت هم چیز نمونده. شما نام اسلام هم بد کرده. دیگه این شماره دیگه تا کدام معلومات داره بگید در شماره زنگ ده بیا جواب مرا بده. او خو نتونست. او خو نمیتونه. ولی اگه بتونم چرا قدر بد میبره از حقیقت ها؟ این جوابشان زنگ نمیته. در این واتساپ زنگ ده زنگتون میزنم. جواب میتم زنگتونه. کتم با ثبوت کب میزنه ثبوت برتاب میتم. نه جفنگ نخونی دیگه. وقت مردم از ضایع نکنه. بیای رو به حقیقت بیاره. رو به عدالت و بیادری بیاره که تون همدست شیم هم صدا شیم. تا کی میگری عزیز شاخ ده و شاخ از شاخ ده و شاخ.
روی تانه خدا ببین حال تکنولوژی حال دنیاست، مردم مشار شده، در چش مردم خاک زدن نمیتونه، هیچ کدامتان خاک زدن نمیتونه، نه تاجیک نه پشتون نه هزاره نه ازبک. خب بیا حقیقت ها رو بوی که ما خوشیم بگیم والله نمید چه خوب یک آدم است. اگه سه تا از مرا ملامت کرد یک تا از خودم ملامت کو. نه فهمید ناق مردم جوانای تو نفهمید برادر و بیچاره و جوان نه مکتب خوندن نه نگه خوندن نه چیز را میفهمه ناق در دانشگاه میری این تو بود این تو بود وقتی که ثبوت میگن اسناد میگن نافتان میره. افغان هستم از افغان خبر نداره کیه کی بود اینا ما کی سرش ماند. تو مانای پاسپورت تذکره رو نمیفهمی تذکره در کجا بدر میخوره پاسپورت در کجا بدر همیشه لحظه بیا افغان شو. خب بیا عالمی ما آدم طول اینم چقدر سال افغان بودم پدرای ما من بنام افغان کشته شده و سرزمین مرد بدر بابا کلانم چی شد